چرا 90% استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا شکست میخورن؟ یک آمار مستندی وجود داره از بابت اینی که 90% کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها توی 5 سال اول فعالیتشون شکست میخورن. این رقم خیلی بالاییه. میخوام تو این پست براتون از دلایل عمده شکست کسب و کارها بگم. یکی از مهمترین دلایلی که کسب و کارها در 5 سال اول فعالیتشون شکست میخورن عدم تناسب محصول با نیاز واقعی مشتری هستش. شما یک محصول یا یک خدمتی رو تولید میکنید که با ذائقه اند یوزر یا مصرف کننده نهایی همخوانی نداره. مشتری اون رو پس میزنه و باعث میشه که عملا خدمت یا محصول شما در بازار بلا استفاده بشه. دلیل دوم تمام شدن سرمایه و بودجه مالی هست. برآوردهای نادرست در هزینه ها، عدم جذب سرمایه کافی و مدیریت بهینه و مناسبی که بایستی در برآوردهای مالی بشه که صورت نمیگیره باعث میشه یک کسب و کار رو به چالش بکشه و در نهایت در 5 سال اول معمولا شکست بخوره یک استارتاپ نوپا. حالا راه حل چی است؟ راه حلی که برای این گزینه‌ها پیش بینی شده داشتن یک بیزنس پلن مناسب و قوی از یک کارشناس هست در حوزه مالی. شما بایستی یک بیزنس پلن عالی داشته باشید. هزینه‌های غیر ضروریتون رو، جریان نقدیتون رو تا جایی که میتونید مدیریت کنید و کاهش بدید. حالا خوشحال میشیم که به عنوان یک مرکز مشاوره رسمی کسب و کار اگه نیاز به مشاوره داشتین در کنارتون باشیم.